جمعه‌خان همدرد یکی دیگر از چهره‌هایی است که از اشرف غنی حمایت می‌کند. او در دور اول انتخابات از زلمه رسول حمایت کرد، اما با رفتن انتخابات به دور دوم با وجودی که دکتر زلمه رسول از تیم اصلاحات و همگرایی پشتیبانی کرد، برخلاف او از تیم تحول و تداوم به مدیریت اشرف غنی حمایت خویش را اعلام نمود و در همایش انتخاباتی با مطرح کردن بحث‌های غیر سالم قومی فعالیت خویش را آغاز نمود. جمعه‌خان همدرد یکی از فرماندهان نچندان شناخته شده حزب اسلامی در ولسوالی بلخ بود که بعد از کشته شدن برادرش صوفی امیرگل روی صحنه آمد، اما او از پشتیبانه و جایگاه مردمی برخوردار نیست. نام او درست زمانی بر سر زبان ها افتاد که چند سال پیش از سوی دولت مرکزی به عنوان والی در ولایت‌های بغلان و سپس جوزجان گماشته شد. ماموریت‌های او در ولایت‌های جوزجان و بغلان توأم با خشونت و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز همراه بوده است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز آقای همدرد در بغلان باعث اعتراضات گسترده مردمی شد تا سرانجام حکومت مرکزی او را سبکدوش کرد، اما بعد از مدت کوتاهی دوباره به حیث والی جوزجان گماشته شد. سیاست‌های غیر سالم او در جوزجان نیز خشم جوزجانیان را برانگیخت و باعث شکل گیری اعتراض‌های گسترده خیابانی علیه وی شد. شهروندان جوزجان در 7 جوزای سال 1388 به خیابان‌ها ریختند و از دولت خواستار برکناری او شدند. اما جمعه‌خان همدرد به جای تن دادن به خواسته‌های مشروع مردم جوزجان با آنها شلیک کرده و ده‌ها تن از شهروندان جوزجان را به شهادت رساند. دولت مرکزی از عواقب این رویداد خشونت بار نگران شده وی را از ولایت جوزجان برکنار و در سال 2007 به عنوان والی پکتیا انتصاب کرد. و همچنان علیرغم اعتراضهای مردم پکتیا تا هنوز به عنوان والی باقی مانده است. گزارش‌هایی که از ویکیلیکس بر روزنامه گاردین رسیده نشان می‌دهد که او با استفاده از مقام دولتی یک شبکه مافیایی ایجاد نموده و در پی ایجاد ناامنی در شمال کشور میباشد. روزنامه گاردین در گزارشش می‌نویسد ارتباط جمعه‌خان با حزب اسلامی حکمتیار، مداخله در امور ولایت بلخ، ارتباط تنگاتنگش با شورشیان طالب و رهبری یک گروه بزرگ مفسدان اداری در سطح ولایت پکتیا وی را برای آینده افغانستان به حیث یک مشکل جدی شناسایی کرده است. به نقل از این روزنامه به گفته یک مهندسی که برای پروژه های تیم بازسازی ولایتی پکتیا کار می‌کند و همچنان بر اساس تحقیقات ریاست امنیت پکتیا، جمعه‌خان همدرد رهبری یک شبکه منظم فساد در ولایت را که شامل قماندان امنیه و چندین ریاست‌های سکتوری این ولایت میباشد بر عهده دارد.